رادیو مهر تقدیم می کند. برنامه‌ای که در آن میشنوید صدای بارش باران بهار و احساس میکنید بوی نمی خاک را. کاشانه مهر. کاشانه مهر، جایی که در آن روح تازه می شود و زندگی با همه فراز و نشیبش جریان دارد. همراه ما باشید تا بر روی زندگی لبخند بزنیم. کاشانه‌تان پرمهر. سلام و درود خدمت شما همراهان گرامی رادیو مهر. سیده عبدالله زاده هستم و با برنامه کاشانه مهر چند لحظه را خدمت شما خواهم بود. تا به حال به رشد یک گیاه دقت کرده اید؟ به نظر شما چه عواملی باعث رشد گیاه می شود؟ همان گونه که دو گروه از عوامل برای رشد گیاه مؤثر هست، در تربیت انسان نیز عوامل وراثتی و محیط نقش بسیاری دارند. با این توضیحات اکنون بیایید ببینیم این عوامل چگونه در تربیت کودکمان تأثیرگذار هستند. از مهمترین عوامل تأثیرگذار در تربیت کودک وراثت است. از این رو دین اسلام بر مسئله انتخاب همسر و مراقبت‌های خاصی پیش از تولد تاکید دارد. زن و مردی که همشن و دارای تفاهم اخلاقی باشند می توانند در محیطی بهتر به پرورش فرزند بپردازند. و تمام این مباحث بیانگر این مسئله مهم است که شخصیت کودک پیش از به دنیا آمدن بنا می شود. اگرچه عامل وراثت بسیار مهم و با اهمیت است، ولی نباید از عوامل دیگر به نام محیط و تربیت غافل شد. زیرا این محیط است که اگر مساعد باشد وراثت کارایی دارد و می تواند باعث رشد و شکلگیری خصوصیات ژنتیکی کودک شود و حتی می توان گفت تمام آنچه را که هنگام تولد نداریم و در بزرگسالی به آن احتیاج پیدا می کنیم می توانیم به وسیله محیط و تربیت به دست آوریم. محیط تمام عوامل غیر از وراثت را در بر می گیرد. در درجه اول خانواده و سپس مکتب و جامعه محیط زندگی ما را تشکیل می دهد. باید یادآوری کنیم که خانواده اثری شگفت‌انگیز و ذاتی در پیریزی رفتار و شخصیت کودک دارد. چرا که کودک از لحظه تولد تحت تأثیر خانواده خویش قرار می گیرد. پس خانواده می تواند هم تباه کننده و ویرانگر شخصیت کودک گردد و هم سازنده باشد. خانواده می تواند روح زندگی و آرامش روانی را در وجود کودک ایجاد نماید. تأثیر خانواده برای انسان انکار ناپذیر است. زیرا انسان یا همان کودک بیشتر زمان خود را در خانه و با اطرافیان خانواده سپری می کند و پدر و مادر هم وظیفه دارند محیط خانه و خانواده را به طوری فراهم کنند که کودک در آن احساس امنیت و آرامش داشته باشد. همان طوری که گفتیم محیط تربیتی کودکان ما را در درجه اول خانواده و سپس مکتب و جامعه تشکیل می دهد.
ما سعی میکنیم در برنامه‌های بعدی نیز این موضوع را ادامه دهیم و نقش مکتب و جامعه را هم بیان کنیم. همدیاران گرامی، همینجا برنامه کاشانه مهر را به پایان برده برای شما تندرستی و خانه آبادی را تمنا داریم. تا برنامه دیگر، خدایار و نگهدار.